سلام به دوستان خوبم. سلام ZSH 1982. ممنون از همراهیتون. راستش تأخیر امروز من نه دلیل فنی داشت و نه دلیل احساسی داشت. خبر خودکشی ابراهیم نووی ببخشید دوستان، خب ببخشید مثلا آقای نووی هیچ وقت رابطه خوب با من نداشت. حتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که من انتخابات تحریم کردم و ایشون مدافع شرکت در انتخابات بود، اهانت خیلی بدی به من کرد، ولی من قلمش دوست داشتم و به هر حال امیدوارم که هرچه زودتر با خلاصی از شر جمهوری اسلامی کمتر شاهد این مسائل باشیم. این سالها من دوستان خوبی علیرضا رضایی، بابک داد، دوستانی که به طرز تأثیرانگیزی زندگیشون تموم شد، عرض میکنم من به لحاظ سیاسی نه تنها حالا ایشون خیلی اهانت زشتی هم به من کرد توی یک دو تا از مطالبش، ولی مجموعاً من که قطب عالم امکان نیستم. کیانوش سنجری عزیز، بله، دوستانی که حالا یادآوری میکنه خیلی ممنون. ولی به هر حال قلم خوبی داشت، روون مینوشت و قشنگ، و به هر حال با جمهوری اسلامی مبارزه میکرد. خب ببخشید، من متاسفم که بعضا نمیتونم خودم کنترل کنم. قبل از که بحث اصلی وارد بشم، دیروز صحبتی کردم در مورد رفتار بسیار زشت و البته اگرچه تأسف انگیز بود اما تعجب برانگیز نبود، رفتاری که در صدا و سیما جمهوری اسلامی با آقای هادی عامل شد و اون کار زشت و البته مبتنی بر گفتمان جمهوری اسلامی، مبتنی بر نوع تفکر جمهوری اسلامی که دشمن زندگی هستن، دشمن شادی هستن، دشمن امید هستن و اگر هدیه هم میخوان بدن نماد مرگ رو هدیه میدن. تأثیر انگیزتر دیدم که یک کلیپ دیگه منتشر شده،
خانم پروفسور مریم رزاقی رو همین کار رو باش کردن. و از این تأسف برانگیزتر اون لجنزار جبلی رئیس صدا و سیما که گفته که این برنامه ما 52 تا مهمون داشتیم، جز چند تا بقیهشون ناراضی نبودن. البته من متأثرم برای اون کسانی که رفتن تو برنامه نشستن، نمیدونم کی بودن، ولی یک همچین حرکت زشتی شده و اونها اعتراض نکردن و ای کاش معرفی بشن که ما بدونیم با چه کسانی طرف هستیم. ولی اگر جمهوری اسلامی میخواد این نمادها رو انجام بده و شادی در دل مردم ایجاد کنه، به نظرم انگلزاده بزرگ جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای رو دعوت کنه و کفنش هدیه کنه. یقینا ده ها میلیون ایرانی شاد خواهند شد حتی از همین تصورش. اعلامیه فوت انگلزاده های قالیباف رو چاپ کنم و در تلویزیون نشون بدن. قبرستانی نماد قبرستان علی خامنه‌ای نشون بدن. اون موقع خواهیم دید که مردم شاد خواهند شد. به هر حال مشخص شد که حالا در مورد کسی که هم جایگاه علمی بزرگی داره، پروفسور مریم رزاقی، و هم علت اخراجش از امارات تأکیدی بوده که بر نام زیبای خلیج فارس بوده. یه همچین کسی رو میارن در تلویزیون و به عنوان هدیه کفن بهش میدن. بعد برای یک انگلزاده بیشعوری که حتی خنگی عیب نیست، ولی وقتی برای یک خنگ میان یک ملکی به ارزش 80 میلیارد تومان به نرخ 10-12 سال پیش رو واگذار میکنن مجانی به آقای حداد داده، رو موقع حق داریم خنگیشو براشون بیاریم. هدیه به اونها این چیزاست، هدیه به انگلزاده های ولایتی، پروژه های بزرگ ساختمانی، هدیه به انگلزاده قالیباف روزی چند میلیون دلار سود دورزن تحریم هاست و همینطور برید. اما به بزرگان این کشور کفن هدیه میکنن و عرض میکنم حالا ای کاش، حالا دوست نمیشن چرا در این برنامه شرکت میکنن. من که بحث کلی دارم، اصلا نمیدونم چرا کسی که سرش به تنش میارزه اصلا باید در صدا و سیما شرکت کنه. من این رو اصلا نمیفهمم. ولی حالا کسانی که رفتن اونجا بالاخره شاید موضوع رو نمیدونستن، رفتن شرکت کردن و دیدیم حداقل 2 نفرشون انقدر شرف داشتن که اعتراض کردن و به خصوص هادی عامل به نوعی یک حرف سیاستمدارانه هم زد و اون که گفت کفن رو بدید به اون کسانی که دزدی میکنن. خب مشخصه وقت در صدا و سیما شما میگی کفن رو بدید به اونایی که دزدی میکنن، منظور دزدی نیست که میره قفل ما شما کنه، اونی که چون صدا و سیما دعوت نمیکنن که بهش کفن میخوام بدن، مسئول مملکت رو میگه. ولی من تعجب از کسانی که رفتن شرکت کردن و به ادعای رئیس بی سر و پای صدا و سیما هیچ واکنشی نشون ندادن. به هر حال این هم در ردیف تست های حماقتی که جمهوری اسلامی انجام میده، ببینید که بعضی از افراد چقدر حاضرن یا احمق باشن یا خودشون رو به حماقت میزنن. نکته دیگه، یکی از دوستان برای من یه چیزی فرستاد، البته خب من قبلا دیدم ولی خب دیگه این سالها چون تقویم ایران خیلی به دستم نمیرسه دقت نکردم. به مناسبت اون در مناسبت هایی که در روزهای مختلف می نویسن، ظاهرا در 26 فروردین در بعضی از تقویم های چاپ جمهوری اسلامی نوشتن سالگرد فوت یا مرگ شاه معدوم. نمیدونم، ای کاش روزی فضای فراهم بشه که این جرأت و حتما پیش خواهد اومد. مطمئن نمیدونم اون موقع دیگه فقط به همین اکتفا میکنن مردم بدتر. اما ببینیم که چند درصد از مردم خوشحال میشن که بگیم سالگرد سقط شدن خمینی ملعون و چند درصد از مردم خشمگین میشن وقتی که در مورد شاه این عبارت رو به کار بردن. ولی همین الان که میگم هر کسی اینجاست، حتی طرفدارای حکومت هم خودشون میفهمن که من چی دارم میگم و خودشون میفهمن که اگر جرأت کنن حتی در بین بستگان و آشنایشون اسم خمینی رو بیارن با چه حرفایی مواجه میشن. و از طرفی اگر در مورد شاه فرد بی ایرادی نبوده، ولی خدماتی که به این کشور کرده به خصوص با مسلط شدن جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر داره برای مردم مشخص میشه و واقعا میشه گفتش که 26 دی روز فلاکتی برای مردم ایران با مجموع پیامدهایی که داشت. عرض می‌کنم این معنی دفاع 100% از همه عمل کرده شاه نیست، ولی به هیچ وجه این بی‌انصافی و بی‌شرفی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست قابل تحمل نیست. عرض می‌کنم اگه قرار این کار باشه
من یقین دارم هر کس بتونه آزادانه از مردم سوال کنه، بگه که کدوم عبارت رو میپسندید و از کدوم عبارت عصبانی میشید. خمینی ملعون و اون عبارت نامناسب و غیر منصفانه که در مورد محمد رضا شاه فقید به کار برده. خب قرارداد آتش بس حماس و اسرائیل امضا شد. حالا نکات مختلفی پیرامونش هست که من میخوام توضیح بدم. و ببینید، نکته اولش این که برخلاف جمهوری اسلامی که مروج مرگ و حتی وقتی میخواد هدیه بده کفن هدیه میده، اونم به بزرگان کشور خودش، در اینجا در آمریکا زندگی یک نفر هم اونقدر حداقل به لحاظ فرهنگی مهمه. ممکنه این نفر یک مقام آمریکایی تو دلش هزاران نفر هم بمیرن چیزی نگه، اما فضای عمومی جامعه، فضای فرهنگی، فضای احساسی اینه که جان یک انسان خیلی مهمه. به همین جهت بایدن که دیگه 2-3 روز آخر مسئولیتش رو داره طی میکنه، عملاً 2 روز کاری ازش باقی مونده، شنبه که تعطیل و تموم میشه هفته آینده، 2 روز یا 3 روز از تقویم کارش باقی مونده، میاد وای میسته و با افتخار اعلام میکنه که ما قرارداد آتش بس رو به نتیجه رسوندیم و گروگان‌هامون برمیگردن. ظاهراً 7 آمریکایی در بین گروگان‌هایی که حماس گرفته هست، 4 نفرشون آمریکایی قبلا اعلام کردن که کشته شدن. 2 نفر که ظاهراً قرار در بین 33 نفری که قرار آزاد شن، اینها هم جزش هستن و 1 نفر هم مشکوکه، مشخص نیست زنده است یا فوت کرده. عرض می‌کنم 6 نفرشون تعیین تکلیف شدن، 2 نفر زنده است که دارن برمیگردن، 1 نفر هم احتمال زیاد هست که زنده است و 4 نفر کشته شدن. ولی برای بازگرداندن این 2 نفر بایدن با اینکه دیگه اصلا نه سمتی در آینده خواهد داشت، اما این رو برای خودش می‌خواد در تاریخ ثبت کنه. انقدر جان یک انسان اینجا در فضای عمومی ارزش داره که جز افتخاراتش اینی که بیاد بگه من قرارداد رو امضا کردم که منجر به بازگشت گروگان‌ها میشه، از جمله 2 گروگان آمریکایی. و از طرفی ترامپ هم به همین افتخار میکنه. میگم فرق یک حکومتی که حالا یا ته دل مسئولانش مردم دار هستند و مردم دوست هستند و خودشون رو به معنای واقعی کلمه خدمتگزار مردم میدونن، یا ته دلشون هم نیست، فضای عمومی یا فرهنگ عمومی جامعه این رو بهشون دیکته میکنه که باید به تک تک آمریکایی‌ها احترام بذارید. مقایسهش کنید با حکومتی که کفن هدیه میده، حکومتی که کشته شدن انسان‌ها رو پیروزی میدونه برای خودش. همین چیزی که حالا در بحث امروز هم که می‌خوایم صحبت کنیم، رفتار حماس رو می‌بینیم. خب قرارداد آتش بس امضا شده و ظاهراً از روز یکشنبه قرار عملیاتی بشه در 6 هفته به تدریج. حالا من بعضی نکات شما خدمتتون میگم چون خیلی مهمه و سرنوشت ساز برای ایران. در این 6 هفته قرار 33 تا گروگانی که در اختیار حماس هستن آزاد شه. البته هنوز مثل که 100% مشخص نیست چند نفر از اینها زنده هستن. در بینشون کودک خردسال و زنان سالخورده هست و در مقابل قراره که مجموعاً 1700 زندانی فلسطین آزاد شن که حدود 200 نفرشون حکم حبس ابد دارن. البته اینا که حکم حبس ابد دارن باید بلافاصله از سرزمین، حالا اسمش رو غزه بذاریم، فلسطین بذاریم، اسرائیل بذاریم، هر چی باشه، خارج شن و به یکی از کشورهایی که حالا ترکیه یا قطر یا جای دیگه برن. یعنی اینا اگر به طور طبیعی اتفاق 7 اکتبر نمیافتاد، خیلیشون چون حبس ابد اونجا هم متفاوت با حبس ابد جمهوری اسلامی، میومدن بیرون و میتونستن در همون زندگی کنن. ولی به هر حال الان اتفاقی که افتاده اینه که تعداد زیادی زندانی آزاد میشن و این رو حالا حماس جزء پیروزی‌های خودش میدونه. اما جالبه که بدونید که تعداد زندانیان حماس بعد از 7 اکتبر چند برابر شده. یعنی من اینو قبلا گفتم، در همه دنیا ارتش‌ها، چه ارتش منظم چه ارتش‌هایی که حالا به عنوان گروه‌های مبارزاتی هستن، گروه‌های چریکی هستن، ادعاشون اینه و معمولا در دنیا ثابت هم کردن که جان خودشون رو کف دستشون میگیرن که برن مردمشون رو نجات بدن، هر نوع خطری رو از مردم خودشون و از سرزمین خودشون دور کنن. اما گروه آدمخوار حماس در 7 اکتبر حمله کرده، تعدادی رو کشته، تعدادی رو اسیر گرفته
توجیهشون این بوده که ما اینها رو اسیر میگیریم که با زندانیان رو مبادله کنیم. یعنی نهایت کاری که نکردن، با توجه که قبلا هم تجربه داشتن، هیچ کس نمیتونه بگه نمیدونستن نتیجه چی میشه. جنگ 22 روزه و 33 روزه رو حزب الله لبنان و حماس تجربه کرده بودن و خودشون اذعان داشتن به اینکه تلفاتی که طرف فلسطینی میده چند ده برابر طرف اسرائیلیه. در این حال رفتن این جنایت رو مرتکب شدن، هم جنایت به خودی خود و هم جنایت علیه ملتشون انجام دادن. یعنی به ادعای خودشون نزدیک 47,000 نفر کشته شدن، یک شهر کاملا ویران شده، 1 سال خورده زمستان و تابستان کودک و زن و سال خورده و جوان آواره هستن، حتی آب آشامیدنی و از جا گیرشون نمیاد، فقط به خاطر شهوترانی سیاسی حماس که البته من عرض میکنم طراحی این قصه به نظر من قبلا توضیح دادم کار روس‌ها بود. ولی به هر حال حالا بعد از اون دلشون خوشه که ما داریم در مقابل مثلا 33 تا گروگان 1700 تا فلسطین رو آزاد میکنیم، اما نمیگن چند هزار فلسطینی در این مدت توسط اسرائیل دستگیر شده. خب یکی از ابعاد قرارداد اینه که این 33 تا با 1700 تا مبادله میشن و عرض میکنم اون کسانی که حبس ابد دارن و آزاد میشن باید خاک فلسطین رو ترک کنن. نکته بعدیش اینه که قرار آتش بس بشه و اسرائیل از بعضی از مناطق عقب نشینی کنه که اینم درسته. خب این نشون میده که خیلی باید صریح باشیم، نشون میده که بلند پروازی های اسرائیل هم محقق نشد. بله، اسرائیل به اهداف بسیار بزرگی دسترسی پیدا کرد. قطعا دیگه حماس به شرایط سابقش بر نمیگرده. ببینید الان چند ماه از کشته شدن یحیی سنوار گذشته نتونستن یک جایگزین براش تعیین کنن. یعنی شخصیت‌های کاریزماتیک برای خود حماس و فلسطینی‌ها، شخصیتایی که هم تجربه سیاسی داشتن، هم تجربه مبارزاتی داشتن، هم تجربه نظامی داشتن، به خصوص یحیی سنوار از چهره‌های اصلی طراحی جنگ 7 اکتبر میگفتن بوده یا از مباشرین اصلیش بوده. اون از دست رفتن، اسماعیل هنی از بین رفته و میگم شرایط طوری شده که نمیتونن یک جایگزین تعیین کنن. یعنی این ضربه بزرگ رو حماس خورده. اگر 7 اکتبر نبود فکر نمی‌کنم اسرائیل به این راحتی حسن نصرالله رو میتونست بکشه بدون اینکه واکنشی داشته باشه. اگر 7 اکتبر نبود خیلی از حملاتی که اسرائیل به سوریه انجام داد و در اونجا تعداد زیادی از فرماندهان ارشد نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شدن، عملیات به راحتی انجام نمیشد. بسیاری از فرماندهان نظامی و سیاسی حزب الله کشته نمیشدن. یعنی دستاوردهای اسرائیل دستاوردهای بزرگی بود که البته به نظر من اینها بیش از اینکه دستاورد برای اسرائیل باشه، دستاورد در ملت ایرانه. توضیح میدم چرا. خب حذف و تضعیف این گروه‌ها، درسته که جمهوری اسلامی اینها هم نباشن یا در اختلاس‌ها یا در شهوترانی‌های انگلزاده‌ها یا در پولپاشی‌های جمهوری اسلامی در جای دیگه ممکنه خرج بشه، اما حداقل 2-3 منبع هزینه موضوع پول‌های ملت ایران از بین رفت و این خدمتی بود که اسرائیل به ملت ایران کرد. قطعا اگر عملیات 7 اکتبر نبود این اتفاقی که در سوریه افتاد به راحتی اتفاق نمی‌افتاد، به خاطر اینکه کارهایی که اسرائیل علیه حماس و حزب الله لبنان انجام داد بسیاری از قدرتمندی‌ها یا بسیار از پشتوانه‌های نظامی و سیاسی و حتی اقتصادی اقتصادی توضیح نمی‌دم سوریه را از بین برد و به همین جهت سرنگونی حکومت بشار اسد تسهیل شد. اینا رو از اینجا درس کنم که نمیتونیم بگیم اسرائیل دستاورد نداشته، دستاورد بسیار بزرگی داشته. اما یک چیز دیگه هم ثابت شد در دنیا، اینطور نیست که ما فکر کنیم یک قدرتی وجود داره همه اجزاء اتفاقات مطابق میل اون پیش میره. این درس بزرگی برای اسرائیل هم هست. البته خب حالا با توجه به اینکه توجه داشته باشه همه اتفاقاتی که یک طرفش آمریکاست، توجه داشته باشید که وقتی بحث ترامپ پیش میاد بحث روحیات شخصی و مسائل شخصی هم هست. یعنی من مطمئنم که ضمن که حالا ترامپ از اول گفته بود که باید این جنگ تموم بشه، اما ویژگی‌های حالا یه نوع کینه‌توزی که ترامپ داره به خاطر اینکه برخلاف خواسته ترامپ در سال 2020 نتانیاهو ظاهرا اولین یا جزء اولین رهبران جهانی بوده که پیروزی بایدن رو تبریک گفت، این کینه رو در دل ترامپ کاشته و به همین جهت ترامپ یه دلخوری داشت و من مطمئنم با توجه به روحیاتی که ترامپ داره و اینکه مسائل شخصیش رو راحت‌تر از رؤسای جمهور قبلی آمریکا در امور دخالت میده، حتما اثر داشته که این مقداری اون چیزی که با نتانیاهو توقع داشت و البته به نظر من حتی بدون فشار ترامپ هم کاملا قابل تحقق نبود، ولی خب این برای ترامپ مهم بود که به نوعی گوشمالی کنه نتانیاهو رو. ولی حالا اتفاقی که افتاده اینه که الان همه تحلیلگرا دارن میگن که
قرار قطر و سایر کشورها و آمریکا کمک کنن برای بازسازی غزه، ولی همشون تاکید میکنن و طرفهای مقابل هم یعنی قطر و مصر هم پذیرفتن که اگر حماس بخواد کوچکترین نقشی در اداره غزه در آینده داشته باشه، به قول خودشون روز بعد از جنگ بخواد نقش داشته باشه، حتی یک پنی، یک سنت، یک دلار به یک قروش، یک درهم، یک دینار، یک ریال عربستان وارد غزه نخواهد شد. و بر اساس چیزی که دارن خبرنگاران مختلف با نگاه‌های مختلف سیاسی میگن، مردم فلسطین هم این رو پذیرفتن و باورشون شده که اگر حماس قرار باشه در آینده غزه نقشی داشته باشه، این کمک‌ها نخواهد رسید. خب پس این پیروزی رو هم اسرائیل به دست آورد. اما بازم میگم این حاشیه رو کنارش داشته باشید که این تصوری که بعضیا داشتن که حالا نتانیاهو هر چی بخواد محقق میشه، نه اتفاق نیفتاد. طبیعی هم بود وقتی که چون تفکر از بین نمیره. بعد غلط و درست بودن تفکر مهم نیستا. به هر حال حماس تونسته یک سری افراد رو فریب بده، همونطور که مجاهدین خلق دیدید که بعضی ازشون چقدر احمقانه تبعیت میکنن، کما اینکه بعضی از حزب اللهی‌ها و آتش بیختارهای خامنه‌ای علیرغم هزینه‌ای که هست. اما نکته مهمش اینه که پیروزی‌های اسرائیل خیلی بزرگ بوده و این پیروزی‌ها همش به نفع ملت ایران هم هست، چون همش باعث تضعیف جمهوری اسلامی شده. این رو از من بارها شنیدید. آنچه که باعث تضعیف جمهوری اسلامی بشه و آن چیزی که ضرر به جمهوری اسلامی بزنه و ضرر به جمهوری اسلامی بزنه قطعاً به نفع ملت ایرانه و طبیعتاً این اتفاقاتی هم که در 15 ماه گذشته افتاده 15 ماه و چند روز گذشته اتفاق افتاده مستثنا از این قاعده نیست. تضعیف کلی حماس و اینکه عملاً روند قضایی به طرفی داره میره که حماس دیگه حاکم نوار غزه نخواهد بود و طبیعتاً بخشی از تهدیدهایی که علیه شمال اسرائیل وجود داره از بین میره یا علیه بخش‌های مختلف اسرائیل وجود داره از بین میره در مرزهای شرقی و غربی و اینها. حزب الله همینطور و سوریه هم همینطور و طبیعتاً یکی از تهدیدهایی که وجود داشت و جمهوری اسلامی از طریقش باجگیری میکرد که این هم از بین رفت، بحث حوثی‌ها بود. حوثی‌ها الان دیگه بهانه‌ای ندارن و همین امروز هم اعلام کردن، گفتن که با توجه به اینکه دیگه مسئله غزه هم تموم شد، ما مسئله فلسطین اولویت اولمون خواهد بود. این دیگه بحث این که میگفتن ما تا زمانی که اسرائیل از غزه خارج نشده و آتش بس نشده اونجا حمله میکنه منتفی شد. خب اینا همش تضعیف قدرت جمهوری اسلامیه. در کنارش توجه داشته باشید این که کشورهای عربی پذیرفتن، مردم غزه هم توجیه شدن که اگر حماس در اونجا حاکم باشه دیگه هیچ امکان کمک مالی نیست. هم میدونن بدون کمک مالی خارجی بازساز حتی یک آجر نمیشه در غزه گذاشت، غزه که کاملا ویران شده. و نکته مهمش اینه که به نظر میرسه حماس هم تن داده. من بیانیه حماس رو دیدم، میگه که ما حاضریم به برادران و دوستانمان در روند بازسازی حماس غزه کمک کنیم. این عبارت معنی داره دیگه، یعنی پذیرفتن که نه متولی بازسازی و نه متولی اداره غزه بعد از جنگ اونها نخواهند بود. خب اینها اتفاقاتی که افتاده و همش به نظر من مفهوم و معنی داره. یک پیروزی بزرگ برای ترامپ اصلا نمیشه تکذیب کرد. ترامپ با خلاصه گردن کلفتی هم گفته که این آتش بس به خاطر قدرتی که من دارم. حالا شاید یه مقداری اغراق باشه ولی واقعیتش کسی نمیتونه انکار کنه که از ماه می تا حالا، یعنی 8 ماهه که همین طرح یه خورده این ور توسط بایدن و دوستانش پیشنهاد شده بود اما انجام نمیشد. البته الان من دیدم یکی از کارشناسای CNN صحبت می‌کرد، همین یه نیم ساعت پیش گوش می‌کردم من، میگفتش که علت این که این قرارداد رو تا به حال نتانیاهو بهش تن نمیداد فشار بود که از طرف ترامپ بهش اومد بود که در زمان بایدن کار انجام نده. حالا این ادعای کارشناس CNN، کارشناسی که قبلا از تل‌آویو هم صحبت می‌کرد، جزو هیئت‌های مذاکره کننده آتش بس در اسرائیل بوده. برای همچین ادعایی داشت. ولی به هر حال ترامپ قدرت نمایی کرد و به گمان من این اولین قدرت نمایی ادامه هم خواهد داشت. یعنی باز در ادامه روند، حالا ضمن اینکه روی زمین علل ارض آنچه که باعث امکان باجگیری توسط جمهوری اسلامی میشد بسیار تضعیف شده از گروه‌های سیاسی و مناطقی که در گروه‌های نظامی و سیاسی و مناطقی که در اختیارشون بوده یا به نوعی تحت نفوذشون بوده، از بخشایی از فلسطین در نوار غزه، خاک لبنان و خاک سوریه، اینا رو از دست دادن. مرحله بعدی اینه که یکی از اظهار شادمانی هایی که جمهوری اسلامی و طرفداراش میکردن اینه که
عملیات 7 اکتبر محقق شدن پیمان ابراهیم رو عقب انداخت و الان هم طرفین دارن میگن که مرحله بعدی بعد از اینکه این آتش بس محقق شد از سرگیری مذاکرات آن پیمان ابراهیم و به خصوص از سرگیری روابط عربستان و اسرائیل و این یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اظهار شادمانی میکرد. الان عجیبه که حماس واقعا اینها هم مرگندیشن و مروج مرگ، اظهار شادمانی میکنه که ببینید خیلی نکته مهمه، شما در عالم واقع، در یک خانواده موفق، در یک اجتماع موفق، در یک شرکت موفق، یک سازمان موفق، یک کشور موفق، موفقیت اینه که بگیم من یک هدف گذاری از A تا Z یا از الف تا یا کردم به زبان فارسیش، یا به عربیش از بای بسم الله تا تای تمت، تی تمت، میگه من هدف گذاری کردم از اینجا قرار برسم به اونجا. همون حرفی که خامنه‌ای در سال 1382 زده بود که در سال 1404 ایران باید قدرت اول اقتصادی منطقه باشه و الهام بخش سایر کشورهای دنیا. خب میشه هدف گذاری. جمهوری اسلامی در این سال‌ها هیچ ادعا نمی‌کنه، حتی خودش ادعا نمی‌کنه که کوچکترین نه تنها محقق نشده، نزدیک هم به اون نشده، بلکه قطعاً نسبت به سال 1402 هم وضع اقتصادی جمهوری اسلامی، هم وضع سیاسیش، نفوذش در دنیا، همراهیش با مردم، وضعیت فرهنگی مردم نه تنها بهتر نشده، نه تنها به قدرت اول تبدیل نشده، بلکه به مراتب بدتر از اون موقع است. اما در فرهنگ جمهوری اسلامی موفقیت چیه؟ موفقیت اینه که مخالف من به هدفش نرسه. این تفاوت یک حکومت ابله مردم سازی، حالا ایران جمهوری اسلامی که اصلا با هدف نابودی ایران اومده، اما این فرهنگ در ذهن این احمق‌های حماس هم هست. اطلاعی دادن که این 40 خورده هزار شهید ما و مقاومت ملت ما باعث شد که اسرائیل به اهدافش نرسید. حالا اهداف اسرائیل چی بود؟ اهداف اسرائیل بعد از اینکه حماس 7 اکتبر انجام داد، این که ما بریم حماس از بین ببریم. حالا حماس که از نظر من حداقل به لحاظ سیاسی تموم شد، طبیعی تفکر از بین نمیره، حتما اینها با توجه به پولهایی که دارن، کمک‌هایی که میگیرن، حتی تحریکاتی که ممکنه بشه، حتی ممکن از داخل اسرائیل به خاطر تضعیف نتانیاهو کاری انجام بشه، با همه حرفا. بله حماس اونطوری که نتانیاهو میگه از بین نرفت. اما خب اگر 7 اکتبر اتفاق نیفتاد رو چی میشد؟ همین وضع وجود داشت، حماس حاکم بود در اسرائیل و 40 خورده هزار نفر هم کشته نشده بودن، یک شهر هم ویران نشده بود. غیر از اینه هزاران نفر سلامتشون از دست نداده بودن. طرفین فرق نمیکنه، خب تعداد بیشتری از طرف غزه در زندان‌ها و تعداد هم از اسرائیلی‌ها. جالبه که تعداد از افرادی که یکی از همین افرادی که از 7 آمریکایی که گروگان بوده و کشته شده اسمش عمره و مسلمانه. یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید که حالا مثلا یک صهیونیست عجیب غریب با این تصویری که جمهوری اسلامی ترسیم میکنه بوده. خب حالا اگر 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد، نه غزه خراب شده بود، نه سران حماس کشته شده بودن، نه 40 خورده هزار به ادعای حماس، من باور ندارم 40 خورده هزار، ولی حداقل 20 هزار نفر کشته شدن که حتی یک نفرش هم واقعا جنایت، من کاری ندارم، کشته نشده بودن. شهرم ویران نشده، شهر زیبایی که تصاویرش رو دیدید که از شهرهای واقعا زیبای ساحلی بوده. حالا اینا خوشحالن که اهداف حماس، اهداف اسرائیل محقق نشد. این همین میگم نگاه جمهوری اسلامیه، اصلا چون نه برنامه‌ای دارن و نه انگیزه‌ای دارن که پیشرفت ایجاد کنن، از نظر اینا موفقیت اینه که دشمن ما موفق نشه به اهدافش برسه. تازه اهدافی که ما برای دشمن تعیین کردیم، یعنی طور نبودی که حالا مثلا اسرائیل در مثلا مسئله کرونا که واقعا موفق ترین کشور دنیا بود موفق نشه. بحث بر سر این نیست که در امور پزشکی که اسرائیل یکی از چند قدرت اول پزشکی به دنیا به لحاظی از موفق نشه. میگه ما 40 خورده هزار شهید داریم، به قول خودشون قهرمانان مقاومت کردن و اسرائیل موفق نشد هدفهایی که حماس می‌خواست، حماس رو از بین ببره. یا قبلش هم که قرار نبود حماس از بین ببره، حماس سالها در کنار گوش اسرائیل بود، اگرچه حتی انتخاباتی برگزار نکرد و در سال 2006 به بعد اونجا حاکم بود. اینا میگن ما تونستیم توجه دنیا رو به مسئله فلسطین جلب کنیم. کدوم توجه؟ الان تمام حرفی که داره زده میشه در همین مذاکرات، قطر و سایر کشورها، مصر، همشون حرفشون اینه که ما از حالا به بعد باید راه حل دو دولتی رو پیگیری کنیم، یعنی چیزی که قبلش هم وجود داشت، چیزی عوض نشده. این مسئله بعضی نکات دیگه هم داره که من خدمت شما بگم. مهمترین نکتهش اینه که یک بار دیگه ثابت شد جمهوری اسلامی، ایرانی که میتونست یکی از مؤثرترین
کشورها و قدرت‌ها در عرصه جهانی و در مسائل منطقه‌ای باشه به جایی رسونده که اصلا در هیچ بازی منطقه‌ای واردش نمی‌کنن. 3-4 روز من عرض کردم نشستی که در ریاض برگزار شده بود، حتی ایرلند شمالی دعوت کردن در مورد سوریه ولی جمهوری اسلامی رو دعوت نکردن. شما تجسم کنید به هر حال اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی نبود و یا حتی اگر جمهوری اسلامی اندکی شعور درش بود، در سرانش بود، با توجه به ارتباطاتی که با حماس و حزب الله داشتن، اینها میتونستن نقش قطر رو بازی کنن و اگر جمهوری اسلامی نبود و ایران بود حتما در هر بحران منطقه‌ای ایران نقش آفرین بود. ولی می‌بینید جمهوری اسلامی کارش به جای رسیده که اگر هم تجمعی برگزار میشه نه تنها جمهوری اسلامی رو دعوت نمی‌کنن بلکه حتما یکی از نکات حالا یا پشت پرده یا روی پرده مذاکرات اینه که چجوری در این مسئله به خصوص شر جمهوری اسلامی رو هم کم کنیم، از مانع تراشی جمهوری اسلامی جلوگیری کنیم. این هم برای کسانی که ببینید دوستان عزیز، خب شما نگاه کنید کشور قطر، شما تمام قد و قوارش و اندازش رو ببینید، بخش عمده‌ای از ثروتش هم ناشی از جمهوری اسلامی. باز ببین خود افراطی نباشیم که اگر مثلا 50 سال پیش قطر بیابون بود، امارات بیابون بود، اگر یک حکومت نرمال در ایران بود و اگر حتی آدم حسابی هم بر ایران حکومت کرد، الان حتما امارات با 50 سال پیش فرق داشت، حتما قطر فرق داشت. ولی بخشی از ثروت اضافی که قطر کسب کرده و همون قدرت در کنار هوشمندی سیاسی، در کنار داشتن یک رسانه موفق مثل الجزایر بهش نقش آفرینی کرده، نقش داده به خاطر وجود جمهوری اسلامی که بخشی از ثروتی که متعلق به ملت ایرانه به خاطر ناتوانی جمهوری اسلامی و البته اون پشت پرده که خامنه‌ای سالانه پولی از قطر میگیره برای اینکه سرمایه‌گذاری واقعی در اونجا انجام نشه، ثروت ایران حاصل بشه از معادن مشترک. در این حال نقش آفرینی قطر بخشش به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. همونطور که نقش آفرینی عربستان در اوپک، نقش آفرینی فعلیش حتما عربستان، زکی یمانی که وزیر نفت عربستان بود، یک چهره قدرتمند هم علمی بود، هم سیاسی بود، هم اقتصادی بود، سالها وزیر نفت عربستان بود. به هر حال اون موقع هم نقش داشت، ولی مطمئنا جایگاه جمهوری اسلامی، جایگاه ایران در اوپک رو جمهوری اسلامی باعث شد که به خطر افتاد و همین جایگاه بخشش به سهم عربستان اضافه شد. اگر ترکیه الان ببینید که نقش آفرینی میکنه و میتونه در یک جایگاه نشسته، هم از روسیه باج میگیره، هم از آمریکا باج میگیره، هم از کشور عربی، کشورشو ساخته، درآمد سالانش از توریسم چند برابر درآمد سالانه ایران از نفته، نه همش ناشی از جمهوری اسلامی، ناشی از وجود جمهوری اسلامی و این چیزایی که سهم ملت ایران بود و جمهوری اسلامی وجودش باعث شده که ما حتی سهم طبیعیمون رو از تحولات منطقه نداریم، چه برسه در مسائل این چنینی. واقعا تردید دارید که اگه یک حکومت آدم حسابی، نه آدم خاران بی شرف وطن فروشی مثل خامنه‌ای و دار دستش، اگه در ایران حاکم بود، تردید دارید که در یه همچین بحران‌های منطقه‌ای یکی از اضلاع بسیار موفق و مهم و تاثیرگذار ایران بود و می‌بینید چه کرده جمهوری اسلامی با ایران. خب حالا ادامه این روند با قدرت نمایی که ترامپ کرده و میدونید پیمان ابراهیم از مسائلی که ترامپ به شدت دنبالش بوده و قطعا دست بر نخواهد داشت و این قدرت نمایی اولیه که ترامپ گفته بود تا قبل از اینکه من رسما کارم رو آغاز کنم باید آتش بس امضا بشه، امضا شد. اگرچه عرض میکنم امروز بایدن تلاش میکرد که به نام خودش ثبت کنه و حتی موقعی که صحبت کرد، امروز من صحبت کرد، من مدتی بود ندیده بودمش، با هریس، با هریس و بلینکن اومدن و صحبت کرد و از موفقیتش گفت. وقتی صحبتش تموم شد رفت، یه خبرنگار گفتش که آقای پرزیدنت اینو کار شما انجام داده یا ترامپ؟ یعنی حتی در فضایی که بالاخره برگزار که بایدن برگشت گفت شوخی میکنید، ولی خودش میدونست شوخی نیست، جدیه. خب این قدرت نمایی که برای مرحله اولش انجام شد ولی ادامه داره و این قدرت نمایی به نظر من، حالا شاید بعضی از احساس‌هایی که ماها داشتیم و نگرانی که وجود داره، این نگران هست واقعا که حالا ترامپ با جمهوری اسلامی چه رفتاری خواهد کرد و با توجه به این فشاری هم که به نتانیاهو آورد، بعضیا نگران بودن که مبادا حالا تنها عاملی که در منطقه وجود داره و جمهوری اسلامی تضعیف کنه یعنی اسرائیل تضعیف بشه، این نگرانی وجود داشت. اما به نظر میرسه نه که من مطمئنم حتما مرحله بعدی که ترامپ پیگیری میکنه بحث پیمان ابراهیم، حالا یا در همون قالب یا در قالب دیگه. همین ها باعث شده که همین ها باعث شده که دوستان دارن تون برای من خبر ناراحت کننده ابراهیم نووی رو میفرستن. همین مسائل و همین وحشت، ببین این حماقت یک حکومت اینه که در شرایط عادی از فرصت استفاده نکنه و در شرایط ذلت را بیفته التماس کنه، پزشکان بگه که اگر ترامپ قول بده که به وعده‌هاش عمل کنه ما مذاکره میکنیم. خب این امکانی که قبلا وجود داشت
بدون که با این ذلت باشه، بدون که این همه خسارت به ملت وارد شده باشه. و حالا مثلا تضمین نده چی کار میکنید؟ یعنی واقعا جمهوری اسلامی که در شرایطی هست که میخواد شرط بگذاره. ترامپ که هنوز اظهار تمایل نکرده، این که پزشکیان میشینه با تلویزیون آمریکایی مصاحبه میکنه و حتی به دروغ میگه ما هیچ نقشه‌ای و طرحی برای ترور ترامپ نداریم. این حرف مگر هم خود علی خامنه‌ای نگفتش که بعد از اینکه تقاص دنیاییشو پس داد ترامپ به گورستان تاریخ خواهد افتاد، به زباله‌دان تاریخ خواهد افتاد؟ مگه سربار حاجی‌زاده با صراحت نگفتش که ما اصلا نرفته بودیم، ما دنبال کشتن سربازای آمریکایی نیستیم، ما دنبال کشتن ترامپ و پومپئو، اون یکی آقای چی اسمش یادم یه نفر سومی هست، دنبال اونها هستیم. الان پزشکان میگه که ما اصلا از اول دنبالش نبودیم و نیستیم دنبالش. خب چرا باید این، اگر بازم میگم حتی اینا نه تنها مصلحت ملت ایران براشون اهمیت نداره، شعور ندارن که مصلحت خودشون بفهمن. البته یک نکته وجود داره، باز یه بار دیگه ثابت شد که برخلاف درشتگویی هایی که خامنه ای میکنه، برخلاف دروغ هایی که میگه، جایی که بحث به خطر افتادن حکومتش باشه به هر ذلتی تن میده. ببینید دوستان عزیز، یادتون هست هفته پیش وقتی خامنه ای صحبت کرد که یه طوری صحبت کرد که متاسفانه حتی سرشناسترین تحلیلگرهای ما اومدن گفتن که خامنه ای باب مذاکره با آمریکا رو بست. من به شما گفتم خامنه ای هر وقت که بیشتر درشتگویی میکنه اتفاقا معلوم پشت پرده دنبال تسلیم هستن. و الان مگه میشه پزشکیان همینطور از خودش حرف بزنه؟ اصلا مگه آمریکایی‌ها میپذیرن اگر کوچکترین تردیدی داشته باشن که پزشکیان این مسئله که اعلام کرده با حمایت خامنه نیست، اصلا کسی با پزشکیان مذاکره نمیکنه؟ همونطوری که روس‌ها حاضر مذاکره کنن تا زمانی که لاریجانی از طرف خامنه‌ای رفت و پیغام داد که بله این مذاکرات پزشکان از طرف ما مورد تاییده. طرف آمریکایی که خیلی مهم‌تره قصهش. حالا اینا برای اینکه خیلی جالب، برای اینکه قصه رو خنثی کنن، یه آقای به نام فضائلی که اصلا جزء فضولات، حالا تو سایت دفتر رهبری کار میکنه، اومده گفته مذاکره با آمریکا خیانته. کیهان هم گفته طبیعیه، اینها یه سری چیزا طبیعی که مثلا بعداً من گفتم خامنه‌ای دچار توهمات قبلی که یه موقع حکومتش فکر می‌کرد میمونه، الان فکر می‌کنه که مثلا چند سال دیگه اگر لازم شد بیان آقا نگاه کن کیهان نوشته بود که آقا مخالف. وقتی کیهان نوشته یعنی آقا مخالفه، وقتی فضائلی میگه یعنی آقا مخالفه. ولی پزشکیان رئیس جمهور این همین حکومت در پیتیه و داره میگه اگر ترامپ قول بده که وعده‌هاشو انجام بده ما باهاش مذاکره میکنیم. و اینم باز یک قدرت‌نمایی ترامپ، یعنی نشون میده که منتها ای کاش خب آمریکا که همواره قدرتمند بوده و ترامپ هم حالا به یه جورایی به توجه اینکه اصرار داره استفاده حد اکثری از اختیارات در جایگاه رئیس جمهور بکنه، خب ترامپ یک مقوله ویژه‌ام است، همیشه قدرت داشته. ولی یادتون در دور قبل ترامپ گفتش که همین آخوندا هم آدمای خوبی ان، ما حاضریم باشون مذاکره کنیم و اینا گفتن نه. یادتونه که خامنه‌ای میگفتش که من آقای ترامپ رو لایق تبادل پیام نمیبینم. یادتونه این دست نجسش رو میورد بالا میگفتش که ما اگر بخوایم مذاکره کنیم با این دولت آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. حالا دولت دوم ترامپ تندتر یا دولت اولش؟ در کنار قدرت‌نمایی ترامپ بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی چقدر نسبت به سرنوشت ملت، سرنوشت کشور و حتی نسبت به سرنوشت خودش احمقه، نسبت به سرنوشت ملت خائنه و نسبت به سرنوشت خودش احمقه. همواره میگذاره به خاطر اون درگیریایی که وجود داره، به خاطر خودنمایی‌هایی که میخوان بکنن، به خاطر بعضی از دروغ‌هایی که به هم میگن و چهره‌سازی‌های دروغینی که از هم دیگه کردن یا نسبت به دیگران داشتن، خودشون رو متفاوت نمایی می‌خواستن بکنن، همیشه گذاشتن در بدترین شرایط وارد مذاکره شدن و صلح کردن. البته یک دلیلش میتونه باشه که از همین روند استفاده میکنن برای ضربه زدن به ملت، یعنی میگذارن ضربه ها به ملت میخوره، فرصت های سرمایه‌گذاری از بین میره، فرصت های اقتصادی از بین میره، بسیاری از امیدهای مردم از بین میره، دانشجویی که میخواد درس بخونه نمیشه، کسی که میخواد بیاد بچه‌شو ببینه ویزا نمیتونه بگیره، در ابعاد مختلف. همین روند باعث شده که سالهای طولانی هیچ سرمایه‌گذاری مؤثر واقعی از طرف خارجی‌ها، چه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی، چه ایرانیان مقیم خارج در داخل ایران انجام نشده و این بزرگترین ضربه است، در حالی که در اطراف ما مسابقه گذاشتن برای سرمایه‌گذاری. یعنی شاید حالا من میگم حماقت ممکنه حماقت نباشه، عمد باشه، یعنی میگذارن همه فرصت‌ها از بین میره، ضربه به ملت ایران میخوره، اما اونجایی که بحث سرنوشت خودش مطرح میشه بدترین ذلت‌ها رو به خرج میدن، دیگه از حد رکوع و سجده گذشته داگی استایل تسلیم میشن. این وضعیت جمهوری اسلامیه و اینو باید طرفداراش ببینن. نمیدونم هنوز غیرتی در طرفدارانشون هستن که بیان بگن پس چی شد؟ من نمیگفتن من
ترامپ بهتر شده؟ یعنی مثلا برای آقا پیغام آوردن که ترامپ ختنه کرده دیگه نماز جمعه میره، شبای جمعه دعای کمیل میخونه، یا مثلا قرار شده ملانیا از فردا مقنعه سرش بکنه؟ چه اتفاق افتاده؟ جز اینکه ترامپ و اطرافیانش، گروهی که الان با ترامپ کار میکنن موازشون بسیار تندتر از گروه قبلیه، مگه غیر از اینه؟ ضمن اینکه در شرایطی الان مذاکره میکنن که اگر بعضی از ابزارهای قدرت نمایی یا باجگیری جمهوری اسلامی قبلا داشت اونها رو دیگه نداره. یعنی ترامپ تضعیف که نشده هیچی، موضعش تندتر که شده، از اون ور اون عواملی که جمهوری اسلامی از طریق اونها میتونست باجگیری کنه از بین رفتن. جمهوری اسلامی از طریق قدرت اقتصادیش که نمیتونه مقابله کنه یا بیاد بشینه بگه در شرایط مساوی مذاکره کنیم یا شرایط متعادل حتی مذاکره بکنیم. جایگاه نظامیش هم که مشخص شده از دفاع از خودش هم عاجزه. یک ابزار جمهوری اسلامی داشت همین نیروهای نیابتی که باج گروگان میگرفتن، بمبگذاری میکردن، تهدید میکردن، موشک پرتاب میکردن، اون همش از بین رفته. وقت تو این شرایط میخوام مذاکره کنن و این اگر این که من میگم طرفدارای جمهوری اسلامی یا شعور ندارن یا شرف یا هر دوی همینه. اگه اندکی شعور داشتن میگن که آقا چه اتفاقی افتاد؟ مگه ترامپ همون قاتل سلیمانی نیست؟ مگه ترامپ همون نیست که ارزش یک آدم محترمی تو دنیا، ظاهرا از نظر خامنه‌ای آدم محترم فقط سلطان قابوس با اون گرایش خاص جنسی، ولی آدم محترمی مثل شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میاد اینجا پیام بیاره، خامنه‌ای که اصلا پیام، من ترامپ رو قابل تبادل پیام نمیدونم. و امروز در حد رئیس جمهور خود جمهوری اسلامی باید وایسه بگه که اگه ترامپ قول بده ما مذاکره میکنیم. مگه قرار رئیس جمهور آمریکا مثل مقامات جمهوری اسلامی باشه که حرف بزنه مگه میتونه بزنه زیرش؟ و اگر اصلا چه مفهومی داره وقتی قرار دو طرف مذاکره بکنن این که بگه تو قول وقتی امضا می‌کنی بگی قولم میدی یا قول نمیدی؟ مثلا اگه قول داد خواست بزنه زیرش، شما ابزاری داره جلوشو بگیرید؟ اصلا خیلی جمهوری اسلامی مقتدره که بعد داره گوش ترامپو ببیچونه. ببینید عرض می‌کنم دو تفسیر میشه کرد در برابر قدرت نمایی ترامپ که قدرت نمایی اولش رو نشون داد، یک اتفاقی که به هر حال ماه‌هاست دولت بایدن و دیگران می‌خواستن انجام بدن و نتونستن و همون حرفشو به کرسی نشون و این کارکرد برای مسائل بعدی هم داره. یعنی حماس تسلیم شد، خیلی چیزایی که حماس قبلا قبول نمی‌کرد الان قبول کرد. عرض می‌کنم نتانیاهو هم ماسش کیسه کرد، یعنی نشون داد ترامپ خواست نشون بده کد تن کیه. من یقین دارم به زودی روابط اصلاح خواهد شد و باز نتانیاهو قدرت نمایی‌های خواهد کرد و اگر نتانیاهو هم قدرت نمایی نکنه اسرائیل، اینو من قبلا به شما دوستان عزیز گفتم، شما موضوع اسرائیل رو از موضوع نتانیاهو جدا کنید. حتی کسانی که در اروپا، در آمریکا، در بعضی از مجامع بین‌المللی با نتانیاهو مسئله دارن، خودشون رو موظف میدونن به حمایت از اسرائیل. اصلا ساختار حکومت آمریکا و پشت پرده حکومت آمریکا طوری که کسی نمیتونه مخالف اسرائیل باشه، مخالف موجودیت اسرائیل و مخالف امنیت اسرائیل باشه و در مناصب بالای حکومتی در آمریکا باشه و بسیار از کشورها. ولی حتی من تصور میکنم با همه حرفا حتی روابط با نتانیاهو اصلاح خواهد شد. نتانیاهو از نظر آمریکایی‌ها، از نظر بسیار از مردم و حتی من با اینکه بارها گفتم و بازم میگم بعضی از کارهایی که در دوره نخست وزیر نتانیاهو در غزه شده حتما رنگی از جنایت داره که البته در اونها هم باز نقش حماس و جمهوری اسلامی و حزب الله نمیشه نادیده گرفت، اما قطعا نام نتانیاهو در تاریخ ایران هم ثبت خواهد شد برای اینکه شرهای بزرگی را از سر ملت ایران برداشت. حزب الله لبنان شر برای ملت ایران بود، جهاد اسلامی و حماس شر برای ملت ایران بودن. شما ماه‌هاست اصلا دیگه اسم از جهاد اسلامی میشنوید؟ هیچ عملیاتی جز اینکه مثلا رفتن توی اتوبوس توی بازار 3 نفر رو کشتن. اون حکومتی که میگفت ما 10,000 موشک داریم، میگفتن حماس خودش موشک سازی داره، تموم شد. عملیات حماس محدود شده به اینکه یه نفر بارنش از مرز رد شه، 2 نفر بکشه، خودش هم کشته بشه. از حزب الله لبنان که میبینید، سوریه هم دارید میبینید. سوریه درسته که اسرائیل در روند مستقیما در روند سرنگونی بشار اسد نقش نداشته، اما چه کسی میتونه تکذیب کنه که یکی از دلایل و یکی از تسهیل کننده های سرنگونی بشار اسد حذف حزب الله لبنان و حماس بوده. یعنی پس در این جهت به طور غیر مستقیم اسرائیل نقش داشته و الان هم نکته مهمش اینه که الان هم کاری که داره انجام میشه اینه که اسرائیل داره رفتاری انجام میده. قطعا این حالا خواهید دید در آینده با اروپا و آمریکا به تفاهم میرسن، بخش دست اسرائیل تا حدودی باز خواهند گذاشت در اسرائیل برای اینکه در سوریه، برای اینکه اجازه ندن
اردوغان در اونجا قدرت بگیره، چون اردوغان هم یه آدم، یه آخوند کرواتی، مثل درسته که آدم باهوش‌تریه، درسته که برای کشورش خیلی کار کرده، ولی اون زیاده خواهی‌های آخوندی رو داره، آخوند مثل خامنه‌ای و دیگران. به همجهت تو مرحله بعدی اسرائیل اتفاقا به نظرم نزدیک خواهد شد به اروپا و آمریکا، با آمریکا و اروپا نزدیک خواهند شد به نتانیاهو، و فکر می‌کنم نتانیاهو هم به خاطر همین رفتار رو که کرده و انجام داده، هم در تاریخ خودشون، هم در کشور خودشون، هم در تحولات آینده نقش خواهد داشت. اما عرضی که من دارم خدمت شما اینه که این اتفاقاتی که داره میفته قطعا ضمن اینکه قدرت نمایی نتانیاهو هست، باز یک تضعیف مضاعفی برای جمهوری اسلامی خواهد بود، و اون هم به خاطر احیای پیمان ابراهیم و تثبیت راه حل دو دولتی. دیگه اون شعارهای از بحر تا نهر به تاریخ سپرده شد. اینو حالا ببین، اینکه 50 سال دیگه چه اتفاقی میفته، شاید امام زمان ظهور کرده باشه، اصلا تمام دنیا کن فیکون شده باشه، من نمیدونم، ولی حالا اون که اینم شوخی بود، ولی روند نشون میده که اون کشورهایی که الان فشار اونها بر آمریکا، فشار اونها بر حماس دو طرف، فشار اونها بر اسرائیل باعث شد که پیمان آتش بس امضا بشه، همونها در تمام نشست‌هایی که در این سال‌های اخیر داشتن، به خصوص در 15 ماه اخیر، ضمن اینکه بعضاً یه خط در میون اسرائیل رو محکوم می‌کردن، به ویژه نتانیاهو رو محکوم می‌کردن، همواره بر راه حل دو دولتی تاکید می‌کردن. سال گذشته یک نشستی در عربستان برگزار شد، سران کشورهای اسلامی و عربی حضور داشتن برای همین مسئله فلسطین، و رئیس اونجا رفت یک راه حل 10 ماده‌ای پیشنهاد داد. محض رضای خدا یک کلمه از پیشنهاد رئیسی در بیانیه پایانی نبود، و جالب بود که بیانیه پایانی رئیسی هم امضا کرد و در اونجا بحث دو دولتی هم مطرح شده بود، که وقتی ازشون پرسیدن گفتن خب ما نخواستیم دیگه مخالفت کنیم، ولی به هر حال رئیسی پای اون بیانیه‌ای که تأکید شده بود بر راه حل دو دولتی امضا کرد، و اینجا در داخل کشور عمدن چششون رو بستن، خودشون رو از نظر استانداردهای خودشون به بی‌غیرتی زدن. خب من عرضم تموم شد و حالا در خدمتتونم برای سوال‌ها. دوستان، من چون بعضی از دوستان عرض می‌کردن که